ناصر سفروف سال تولدش 1992 زاده دهه گذر موقعیان جماعت موقعیان در کنار شهر پنجکند که سال 2021 در روسیه برای قتل پسر عمه خودش پرویز سید مرادوف به 16 سال زندان محکوم شده بود در جنگ اوکراین کشته شده است. تا امروز درباره کشته شدن حدود 20 محبوس تاجیک که از زندانهای روسیه به جنگ اوکراین برده شدند گزارش‌ها به دست رسیدند. دو منبع علایده پایگاه خبری بامداد خبر دادند که ناصر سفروف در محبس بوتیرسکای در شهر مسکو ادای حکم میکرد و تخمینا ماهای اکتبر سال 2022 در عوض وعده عفو و آزادی راضی شده است که با شرکت خصوصی جنگی واگنر قرارداد بسته به جنگ ضد اوکراین برود. او بعد تقریبا 3 ماه جنگیدن از طرف روسیه ماه ینور در جبهه خرسون کشته شده است. صحنه دقیق هلاکت ناصر سفروف معلوم نیست، ولی تابوت او را روز 5 فوریه از روسیه به پنجکند آورده در موقعیان به خاک سپردند. بامداد 2 سال پیش درباره ماجرای قتل پسرمش از دست ناصر سفروف گزارش شده بود. گفته میشد که روز 25 یولی سال 2021 در شهر اوبنینسکی ولایت کالوگا در یک نقطه شستشوی ماشین ها بین دو خویش و تبار نزدیک از دهه موقعیان شهر پنجکند تاجیکستان مناقشه رخ داده و در جریان این مناقشه ناصر سفروف سال تولدش 1992 به قفس سینه پسر عمه‌اش پرویز سید مرادوف سال تولدش 1987 یک ضربه کارد زد. متاسفانه کارد راست به قلب پرویز رسید و او از خونروی زیاد به هلاکت رسید. ناصر سفروف عاقبت کار کرده‌اش را دیده از جای حادثه رو به فرار آورد. پلیس او را تنها بعد چند روز جستجو دستگیر کرد. مادر پرویز سید مرادوف که عمه ناصر سفروف میشد به درد داغ مرگ فرزند جوان تاب نآورد و مگی چند ماه بعد پرویز او هم از دنیا رفت. به گفته عمدیگان مادر پرویز برای مرگ فرزندش با والدین ناصر که پدرش برادر او میشد اصلا توی من نکرد و حتی گفته است که به روسیه رفته از دعوایش میگذرد. مادر پرویز میگفته است که پسر او دیگر بر نمیگردد، ولی نمیخواهد که برادرش هم مثل او داغ جدایی از فرزند را بکشد. از لحاظ حقوقی معلوم نیست که آیا از دعوا گذشتن مادر جبردیده میتوانست ناصر را از بند زندان خلاص کند، ولی عمر به مادر پرویز فرصت نداد که این نقشه خود را عملی بسازد.